سلام عرض ادب دارم خدمت تک تک عزیزانی که ویدیو ما را از پیج مؤسسه حنافی بیننده هستند. شما را به ورکشاپ دوم که در مورد هوش مصنوعی است به نتیجه گیری دوستا را بیننده باشید. هوش مصنوعی یک فناوری است که فعلا جهانگیر میشه. ما دو راه داریم: یا خود از این فناوری گوشه کنیم یاد نگیریم، یا یاد بگیریم در راستای سرعت کار خود استفاده کنیم. احمد شاه حبیبی هستم، یک تن از دانشجویان قبلی اکسپرت و بسیار سپاسگزار هستم از سازمان محترم حنافی که امروز یک از برنامه‌های بسیار مفید در مورد هوش مصنوعی برگزار کردن. احمد صاحب شریفی هستم، یک تن از دانش آموزان اکسپرت در ولایت بلخ مزار شریف. یک تشکری خاص از حنافی داریم که همچین برنامه‌ای را برای ما جوانان ارائه میکنه و ما را از تکنولوژی روز با خبر میسازه. احمد سوال سراجی هستم از شهر مزار شریف، یک تن از شاگردان اکسپرت در بخش انگلیسی و یک تشکری خاص از دفتر حنافی میکنیم که امروز برای ما هوش مصنوعی را معرفی کردند که ما بتوانیم درست‌تر و خوبتر از او استفاده کنیم و هوش مصنوعی یک تن از پرکاربردترین جنبه‌ها در عرصه امروز که از او استفاده کنیم. ما گفتیم هوش مصنوعی یک بسیار خوب است. هوش مصنوعی اول و آخر کار نیست. هوش مصنوعی فقط شما را کمک میکنه، کار دیگه نمیکنه. عبدالبارز صمدیار هستم، یکی از شاگردان اکسپرت در بخش انگلیسی و امروز به تشکری میکنیم از سازمان حنافی که به خاطر هوش مصنوعی برای ما چیزهایی را گفتن که ما فعلا میتوانیم بسیار خوبتر و عالیتر از هوش مصنوعی استفاده بکنیم. خب دوستان عزیز، این بود ورکشاپ دوم ما. تا ورکشاپ بعدی شما را به خداوند یک تا و به همتا میسپارم. ممنون شما.